صبح روز 15 فروردین 1360 این هواپیماها بعد از انجام یک عملیات سنگین به کشورشون برمیگشتند. عملیاتی که بعدها به عنوان بی‌نظیرترین عملیات هوایی دنیا ثبت شد. این هواپیماها ایرانی بودند. که شهریور 1359 حمله سراسری ارتش عراق به خاک ایران شروع شد. عراقی‌ها از زمین و هوا وارد خاک ایران شدند. پشتیبانی اصلی از نیروی سنگین زرهی عراق را ناوگان هوایی رژیم بعث عراق به عهده داشت. عراق که از قدرت هوایی ایران آگاه بود، برای اینکه بتواند همچنان به پشتیبانی هوایی از نیروی زرهی خود ادامه دهد، بخش بزرگی از ناوگان هوایی خود را به جایی دوردست در نزدیکی مرز اردن برده بود. پایگاه‌های H3 در منطقه الولید در غربی ترین نقطه عراق برای این کار انتخاب شد. در 3 تا پایگاه به نام H3 که در جنوب غربی عراق واقع شده، نزدیک مرز اردن. الولید آنقدر دور بود که با اطمینان میشد گفت هیچ جنگنده ایرانی نمیتوانست خودش را سالم به محل عملیات برساند تا چه رسد به اینکه سالم هم برگرده. 5 ماه از جنگ گذشته بود و عراق 17,000 کیلومتر از خاک ایران را گرفته بود و جنگ برای ایرانی‌ها به بنبست رسیده بود. طراحانی که در معاونت عملیات نیرو حضور داشتند شروع کردن به ترهیزی برای انجام عملیاتی بر علیه این 3 تا پایگاه. از بین رفتن پایگاه‌های الولید یعنی نابودی 60% از نیروی هوایی عراق. یعنی درست مثل یک درگیری 2 نفر با هم که اولین کشیده رو میزنه، یعنی یه همچین تأثیری رو داره. طراحی این عملیات که به دستور فرمانده وقت اون زمان نیرو شهید فکوری داده شد، این طراحی توسط این بزرگان انجام شد. اوایل اسفند ماه 1359 2 نفر از خلبان‌های بازنشسته نیروی هوایی طرح عملیات حمله به پایگاه‌های هوایی H3 رو برای سرهنگ فکوری فرمانده وقت نیروی هوایی آورده بودند. اسم عملیات H3 و تاریخ اجرای آن 15 فروردین 1360 بود. عملیاتی که بعدها به عنوان بی‌نظیرترین عملیات هوایی دنیا ثبت شد. یه مسیر مثلا فرض کنیم حدود 6,000 کیلومتری رو برین و برگردین، این منجر به این شکل که شما در چندین محله سوختگیری کنید. طول پرواز ما حدود 5 ساعت طول کشید. 4 مرحله ما بنزینگیری کردیم در ارتفاع پایین. بعد از نماز صبح 8 فروند فانتوم اصلی و 2 فروند فانتوم رزرو از پایگاه شهید نوژه همدان پرواز کرده و به سمت دریاچه ارومیه رفتند. هر 8 فانتوم در نقطه A یعنی در بالای دریاچه ارومیه با 2 فروند تانکر سوخت به نام‌های رمز دلیجان 1 و 2 ملاقات کرده و سوختگیری می‌کنند. 2 تانکر سوخت رسان بوئینگ که از مهرآباد تهران پرواز کرده بودند به آنان سوختگی کرده و هواپیماها در ارتفاع بسیار پایین از طریق نوار مرزی ترکیه وارد خاک عراق شده و در حد فاصل مرز ترکیه و عراق به حرکت خود ادامه میداد. ارتفاع پرواز بسیار پایین و در 20 تا 30 متر از سطح زمین بود تا رادارها آنها را نبینند. همزمان با خروج جنگنده‌های ایرانی از مرز، 2 فروند هواپیمای F5 از پایگاه دوم شکاری تبریز بلند و به طرف پایگاه کرکوک عراق در شمال بغداد حرکت کردند. این جنگنده ها به پالایشگاه کرکوک حمله کردند و باعث شدند دفاع هوایی عراق روی کرکوک متمرکز شود. یکی از دشواری‌های عملیات H3 این بود که خلبانان باید سکوت مطلق رادیویی را رعایت می‌کردند. خلبان‌ها برای ارتباط برقرار کردن با یکدیگر از علائم دست استفاده می‌کردند. هواپیماها به محل سوختگیری دوم در جنوب خاک سوریه نزدیک می‌شدند و عقربه‌های بنزین خوابیده. در این منطقه از خاک دشمن به 2 فروند تانکر سوخترسان می‌رسیم به نام رمز پیکان 1 و 2. بعد از سوختگیری هواپیماها با باک‌های پر از بنزین به سمت الولید حرکتشون رو ادامه داد. وقتی به نزدیک پایگاه‌ها رسیدیم از شاهین و الوند 1 فانتوم جدا شده و گروه سوم رو تشکیل می‌دهد و هر گروه به 1 پایگاه حمله خواهد کرد. پایگاه‌های H3 از دور دیده شدند و جنگنده ها رفتند که کاریو که به خاطرش اون مسیر عجیب و غریب اومده بودند تموم کنند.
در حالی که 60% تجهیزات و هواپیماهای نیروی هوایی عراق در آتش می‌سوخت، قهرمانان ملی ایرانی به طرف کشورشون برمیگشتند و بی‌نظیرترین عملیات هوایی رو در دنیا به ثبت رسوند. خواستیم درسی بدیم به صدام که بدون ما قادر هستیم هر هدفی رو در هر کجای خاک عراق باشه منهدم کنیم. و ضمناً خواستیم یک درسی دیگری بهش بدیم که نباید شهرها را بزنه و اگر جنگ هست باید مناطق نظامی مورد هدف واقع بشه، نه که مردم بی‌دفاع. اما در این مأموریت این درس رو به او دادیم. بعد از حمله به اجسه، نیروهای زمینی ارتش و سپاه تا 3 خرداد سال بعد با 4 عملیات سراسری تونستند کل سرزمین‌های اشغالی جنوب رو پس بگیرند و همه شهرهای اشغالی از جمله خرمشهر رو آزاد کنند.